سلام، با یه چند دیگه در خدمتتون هستیم. امروز هم اومدیم با 2 آهنگ دیگه برای بررسی. اولیش آهنگ سیاه‌چومه از آقای سعید تحویلداری. دومیش هم خیلی قشنگه. با ما همراه باشید. سیاه‌چومه سی قشنگی بالا جایت نره. چیشا گفتن وقتی از خلق نگاه تعریف بره. سیاه‌چومه شبه دوست دارم که تشومم منه. بدینه گل دیودیمه دخونه ای خورتون تو جنبنه. سیاه‌چومه توی این ترانه از واژه‌ها و اصطلاحات اصیل گیلانی استفاده شده و البته خیلی خوب تونسته برای وصف ظاهر معشوقش از تمثیل‌ها و تشبیه‌های خوبی استفاده کنه. سراسر ترانه رو که نگاه کنید، عاشق همه نیازه و معشوق همه ناز. حتی عاشق منت کشی هم میکنه. اما گوش بدید، یه جایی میگه حسکی من تی عاشقم تو مرخعی. سیاه‌چوم پس چرا بره تینتی رایی؟ تینتیر تا جایی که میدونم یعنی سوسه اومدن. سوسه اومدن اینجا میشه ناز کردن. آخه بنده خدا این همه ناز کشیدی، دیگه چرا خرابش میکنی؟ بگذاریم. از اونجایی که هنر و زبان گیلکی مظلوم واقع شده، متاسفانه کاری که اینقدر شناخته شده و خواننده های بزرگ هم بازخوانیش کردن، عوامل ساختش مشخص نیست که این بده و بدتر اینکه صدای آقای سعید تحویلداری هم کمتر شنیده شده. بریم سراغ موسیقی کار. از تنظیمش بگم که مربوط میشه به سبک دهه 40 و 50 میلادی و زیر صدای کار یه ارگن یک نواخت داره که میتونست خیلی حرفه‌ای تر باشه. در کنار همه اینها ملودی ساده و دلنشینی داره و البته صدای آقای سعید تحویلداری و اجرای بسیار حرفه‌ای و زیبای ایشون. این آهنگو با صدای آقای تحویلداری گوش بدید.